بنویسن از ما، بگن زندگی این آدم پر درد بود، ولی هیچ کدومم نمیتونه بگه دقیقاً اعتقاد کدوم یکی درست تر بود. من میگم خدا هست میگی نیست، جفتمونم به هم دیگه میگیم هیست، هر کدومم اعتقاد خودمونو داریم و به هم دیگه میدیم نمره 20. وقتی که میبینم اکیپ اینا رو من بهشون میگم عکس بمان، تو اتاق من عکس بلا حدیده، تو اتاق اونا عکس امام. سامورایی واقعی کسیه که شمشیرشو خلاف کنه، دینداری که عرق میخوره مثل پلیسیه که خلاف کنه، پر شراب دورش، طبیعت و عناصرش. یو اگه بخوام بکنم به ترتیب جدا، تو این دنیا وجود داره چندین خدا، ولی کدومش؟ پلاتو، زئوس، الله، ونوس، گاد، کوتک، کدومش؟